پلاگ کافه رو گذاشتم. صابخونه شبش به ما زنگ زد، در صورتی که ما 1 ماه پیش مبلغ رو با صابخونه بسته بودیم و قرار شده بود روی مبلغی با هم تمدید کنیم. زنگ زد، علنا زد زیر تمام حرفاش و گفت نه اصلا همچین صحبتی نکردم. خواهری اون سری که رفته بود شمال آلوچه خریده بود برام، خودش رو با آلوچه درست کرده، فوق العاده خوشمزه میشه اگر بزنین تو مرغتون، چون سرکه بالزامیک هم داره یه طعم خیلی خوشمزه طور بهش میده. حتما امتحانش کنین.